امام حسن بصری رحمت الله علیه در جنازه بود و دست مردی را گرفت و گفت: به نظر شما این شخصی در تابوت بوده به حیات برگردد کدامی از کارها را به انجام میرساند؟ آن مرد گفت: عبادتش را زیاد میکند، خطاگیهای خود را اصلاح کرده آدمی نیک میشود. امام گفت: این شخص که برگشته نمی آید، پس شما این عملها را زیاد کنید و آدمی نیک باشید. ای مسلمان، مرگ خود را یاد آر و گریه بسیار کن، می روی روزی به خاک و توشه تیار کن. در کجای و در کدام طبقه زندگی که نباشیم، عاقبت مرکبی چوبین سوار و تاز تازان می رویم. السلام علیکم.